میکنم بهتره که اول سایر قسمت‌هایی که در نمایه فرد تحت پوشش هست رو ابتدا با هم دیگه مرور بکنیم و در انتها ارزیابی رو انجام بدیم. قسمت سوابق شغلی، وقتی که مددجوی شما دارای شغلی باشه و در حال حاضر اشتغال داشته باشه، شما باید برای ثبت شغل رو انجام بدید. در قسمت ثبت شغل، حالا عنوان شغل رو با توجه به کاری که فرد داره انجام میده انتخاب میکنیم که خب ما به صورت پیش‌فرض اینجا تراشکار رو انتخاب میکنیم. نوع شغل با توجه به اینکه خب حالا بعضی شغل‌ها دولتی هستن، بعضی شغل‌ها غیر دولتی و حالا یه شغلی مثل تراشکاری که خود اشتغالی هم میتونه باشه، ما گزینه مورد قبول شرایط فرد رو انتخاب میکنیم که خب ما اینجا خود اشتغالی رو انتخاب میکنیم. شغل میتونه خونگی یا غیر خونگی باشه که خب این غیر خانگیه. گروه خدمات، کشاورزی، صنعت گزینه مناسب رو انتخاب میکنیم. زیر گروهش حالا اینجا آماده سازی و ریسندگی الیاف نساجی رو انتخاب میکنیم. اینجا هم ابریشم کشی رو انتخاب میکنیم. نوع اشتغال فرد رو که با توجه به اینکه خب فرد چند روز در هفته در اون شغل اشتغال داره رو انتخاب میکنیم. شغل فصلی مثل کارگران ساختمانی یا کشاورزی میشه که خب حالا مثلا در طول سال شاید چند ماه بیکار باشن، ولی اینایی که با عنوان روزانه انتخاب میکنیم یعنی فرد برای اون کار هر روز باید سر کار بره. وضعیت شغلی تمام وقت یا پاره وقت که ما تمام وقت رو انتخاب میکنیم. آدرس رو باید وارد بکنی. تلفن محل کار رو هم من یه شماره پیش‌فرض میزنم. انتخاب سابقه شغلی 1 تا 3 سال، 4 تا 5 سال، بیش از 5 سال با توجه به شرایطی که فرد داره گزینه رو انتخاب میکنیم. تاریخ شروع کار رو میتونید از این قسمت به صورت دستی یا به صورتی که خودکار انتخاب بکنید. از اینجا مثلا ما 11 شهریور 1403 رو انتخاب کنید. حقوق دریافتی رو باید حتما ذکر بکنید. در صورت که مددجو بیمه داشته باشه، کد ملی رو که شما وارد بکنید. دریافت بر خط میتونید شما از این قسمت اطلاعات بیمه رو ببینید و در انتها باید ثبت رو انتخاب بکنید.